امروز قصد داریم راجع به صحبت‌های احسان علیخانی در برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور صحبت بکنیم و اینکه موجی از انتقادات به سمت احسان علیخانی در روزهای گذشته اومد. خبری که روزنامه شرق با این تیتر انتخاب کرده بود که از تخلفات یکی از مؤسسات مالی و اعتباری یه غیر مجاز گزارش میداد رد پای برخی سلبریتی ها در پرونده سامر الحجج، زمین 200 متری همسر یکی از مسئولان در یزد و 50 میلیارد تومان معامله‌ای که توسط این زمین انجام شد در برنامه قبلی پشت پرده به این پزدیده پرداخته بودیم. اما چیزی که وجود داشت و باعث جنجال شد افشای نام احسان علیخانی و با نام اختصار الف عین و مهران مدیری با نام و با اختصار میم بود که خیلی جنجال در رسانه ها ایجاد کرد. خیلی هم گفتن که این الف عین اکبر عبدیه، این یکی هم گفتن که مهران مدیری نیست، شخص دیگه‌ای هستش که بعدها با اون توضیحاتی که احسان علیخانی داد در برنامه حالا خورشید که ساعتی پیش ضبط شد و البته به صورت زنده پخش شد و مردم دیدن، یه سری توضیحات داد که امروز میخوایم تحلیل بکنیم. حالا با توجه به اینکه من خودم در صدا و سیما بودم و یه سری تجربیات در برنامه مشارکتی هم داشتم، قطعاً توضیحات خودم رو توصیه نمی‌کنم که مدیران صدا و سیما و خود احسان علیخانی ببینن، چون قطعاً به ضررشون خواهد بود. اما نکته‌ای که وجود داره قبل از اینکه من این صحبت‌ها رو بکنم هستش که ببخشید اگر صدای محیط اومد، من در جایی که هستم داره بارون میاد و خیلی عجیب غریبه بارون از بیرون میاد. اگر صدا اذیت کرد پیشاپیش پوزش من رو پذیرا باشید. اما شروع می‌کنیم صحبت‌های احسان علیخانی رو که قبل از اون همیشون یک جوابیه داده بود در پیج اینستاگرام خودش. اما جالبه که صدا و سیما آنتن خودش رو در اختیار این شخص قرار داد و تا قبل از این صدا و سیما بارها افراد مختلف رو ترور شخصیت می‌کرد و بهشون آنتن نمیداد. خود بنده هم که در صدا و سیما بودم این قضیه رو میتونم شهادت بدم. اما چی شد که یک باره دلشون برای احسان علیخانی سوخت و گفتن یک رسانه ملی و حق همه است که بیان جوابیه بدن، چون از خودشون بود و یک به یک باید همدیگر رو کاور بکنن در صدا و سیما. و نکته جالب‌تر این که این اتفاق باعث شد که یکی از جنجالی‌ترین صحبت‌های تلویزیون رو داشته باشیم و خیلی از دوستان توییت کردن. بشینیم یکی یکی با هم دیگه صحبت‌های احسان علیخانی رو پلی بکنیم. لابلاش من اگر سندی باشه، مدرکی باشه به شما نشون میدم که با هم دیگه آشنا بشیم نسبت به حرفایی که احسان علیخانی زده و دوگانه و تناقض‌گویی‌هایی که ایشون راجبشون صحبت کرد. گوش بدیم. خب ببین احسان، مردمی که تو رو دوست دارن میگن که احسان که از حق مردم دفاع میکنه، یهو میگن 3 میلیارد تومان احسان پول گرفته گذاشته تو جیبش. خب این نوع سوالاتی هم که رضا رشیدپور میپرسه خیلی هوشمندانه است. یه جور سوالاتی رو میپرسه که مثلا هر کسی دیگه هم اونجا باشه بگه راست میگه، چه سوال چرتی، اون طرف که نمیذاره تو جیبش. که ببین نوع سوالات هم کاملا روانشناسی شده است. طبیعیه که موقع واکنش خیلی تندی نشون بدن دیگه، به تو هم نباید بر بخوره. کسی که اینجوری برداشت میکنه من بهش حق میدم. جالبه میگه حقم میدم، در صورتی که سوال خیلی چرته. میگن که همیشه صورت سوال رو بفهم و ببین که هدف از اون سوال چی هستش. خب صورت سوال مثل این هستش که بگی 2 + 2 میشه چند، بگیم 4 دیگه. بعد احسان علیخانی بگه من حق میدم به اونها که جواب 4 رو به دست بیارن. خب مشخصه دیگه با این نوع سوالاتی که هوشمندانه هستش کاملا میخوان زیر چتر بیگناهی ببرن احسان علیخانی رو. خب ادامه بدیم. کلا به سوالات رضا رشیدپور اگر دقت بکنید از اون سوالات تابلوش در مذاکره و مناظرش با آقای روحانی مشخص بود دیگه، و اون جمله علی برکت الله معروفش که رضا رشیدپور خیلی باهوش هستش در این نوع تیپ سوالات پرسیدن ها. خودش حق بدیم. کاش که توضیح میدادن. یعنی من همه ناراحتی مینه یه خبری میاد بیرون و هی تغییر میکنه، هی بالا میگیره، هی پایین میگه، تعبیرای عجیب غریب ازش میشه. بذار ماجرای اسپانسری رو من تعریف کنم. یه توضیح واضحات باید بدیم که حتما از تو هم میخوام که تو هم اگر که جایی به ذهنت میرسه بگی. ببینید من سالهاست دارم برنامه‌سازی میکنم در تلویزیون. ما یک حیثیت داریم به عنوان مجری، یک حیثیت و یک شخصیت داریم به عنوان تهیه کننده و برنامه‌ساز. تهیه کننده یعنی کسی که با 150-200 نفر داره سر و کله میزنه. خب اینجا خودش نوشت که 200 نفر ما میانگین میگیریم، 200 نفر برای برنامه‌های احسان علیخانی کار میکنن. برنامه احسان علیخانی نیست. و نکته دیگه این 200 نفر
همگی کارمندان صدا و سیما هستند. میخوام این نکته دیگه بگم، اینها حقوق بگیر صدا و سیما هستن. حقوق بگیر صدا، ببخشید باز من اگر اینجا اشتباه تایپ میکنم چون قبلا هم گفتم از کیبورد فارسی استفاده نمیکنم. حالا این حقوق بگیرها دو دسته میشن. خب من اینجوری یکم جلوتر، یکی رسمی هستن و یکی دیگه شون هم حق و زحمه‌ای. حق و زحمه‌ای که تا قبل از این هم بوده. 200 نفر آدم هستن که همگی کارمند صدا و سیما هستن که استعلام شدن از طریق حراست صدا و سیما و اون رسمی ها که حقوق ثابت خودشون رو دریافت میکنن. حقوق ثابت خودشون رو بابت وظیفه‌ای که در صدا و سیما دارن به عنوان تصویربردار، تهیه کننده، ناظر پخش، حالا بر اساس پروژه هایی که صدا و سیما برمی‌داره یه مقداری بهشون درصد میدن، ولی بعضی وقتا این اتفاق نمیفته. طرف وظیفه‌ش 8 ساعت در صدا و سیما کار بکنه. اما اونهایی که حق و زحمه‌ای هستن دیگه چون حقوقی ندارن، بر اساس ساعتی که در صدا و سیما کار میکنن پول میگیرن. اینو خواستم توضیح بدم که اون پول اسپانسری که میاد میره تو جیب مستقیم، میره تو جیب میره تو خزانه صدا و سیما، نه تو جیب این 200 نفری که کارمند هستن و دارن برای ماه عسل کار میکنند. پس نتیجه میگیریم که اون پول تقسیم نمیشه بین عوامل. اون پول میره تو صدا و سیما و تهیه کننده تصمیم میگیره به عنوان یه کسی که از قبل رفتن برآورد برنامه را دادن که به هر شخصی چقدر پول بده. اینو خواستم بگم که بدون نوع تقسیم بندی پول در صدا و سیما چجوری است. خب زنه و باید تامینشون کنه و بود جایی که تخصیص پیدا میکنه رو توضیح کنه برای که این محصول ساخته شه. خیلی بدیهیه. بریم سر این ماجرا و این سوء تفاهمه. توجه کردید از چه واژه‌ای استفاده میکنه؟ سوء تفاهم. سوء تفاهم نبوده. شما به عنوان یک اصطلاحاً کسی که در روزنامه‌ها و در رسانه‌ها از شما به عنوان یک شخصی که اومدید رشوه گرفتید، پول گرفتید، به عنوان تبلیغات یاد شده، به عنوان سوء تفاهم از شما یاد نشده. ببین چقدر از واژه‌ها دقیق استفاده میکنه. از سال 91 چیزی که چند سال حتی قبلش من و تو به عنوان یه شهروند تو کوچه خیابون داریم راه میریم و میبینیم یه جایی 500 تا شعبه داره، مثل بقیه بانک‌ها، مثل بقیه مؤسسات. من یه شهروندم، من نه تصمیم ساز اقتصادیم، نه تصمیم گیرندم، نه من ببین چجور از واژه استفاده میکنه. میگه من شهروندم، لپ کلامش نیست. میگه از سال 91 مؤسسه مالی اعتباری سامر الحجج بوده در خیابون‌ها. عزیزم شما تهیه کننده یه برنامه بودی، شهروند عادی نبودی. خب به عنوان یک تهیه کننده هم پول گرفتی. مجوز نمیدونم بهره برداری رو به یه بنگاه اقتصادی مالی میدم، نه من گسترشش میدم، نه من سهامدارم. به من چه ربطی داره؟ کسی هم نگفت به شما ربطی داره. یک جایی تأسیس شده، سالها قبل کار میکرده، در بیلبوردها، در روزنامه‌ها، در خبرگزاری‌ها تبلیغ میکرده، تیزر داشته، آگهی داشته، پیشنهاد همکاری برنامه مشارکتی میدن. خب گفت در بیلبوردها و رسانه‌ها و روزنامه‌ها. این کلمه رو داشته باشید. من می‌نویسم اینجا بیلبوردها، رسانه‌ها، صدا و سیما. این سه تا رو داشته باشید تا بریم جلو. اینجاش هم به من ارتباطی نداره. میره چرخش میکنه، استعلام میشه در سازمان صدا و سیما، مدارک اخذ میشه، مجوز تبلیغات اخذ میشه، به ما نامه میزنن که آقا میتونید همکاری کنید، تولید و پخش رو انجام بدید. میگه که به ما نامه میزنن. حالا برسیم به جوابیه احسان علیخانی که در کانال، در پیج اینستاگرام خودش گذاشته بود که من باز رفتم از طریق یه سایتی که خیلی خوانا جوابیه احسان علیخانی رو گذاشته میذارم، وگرنه جوابیه همون جوابیه هستش و من فقط سعی کردم که از اینجا استفاده کنم چون فونت خوبیه. در یکی از بندهاش احسان علیخانی میگه که مؤسسه سامر الحجج سالها قبل از همکاری با گروه اجتماعی شهرکسه در تمامی رسانه‌های رسمی کشور نظیر روزنامه‌ها، تیزرها و برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون و سایت‌ها و بیلبوردها، همون حرفی که الان اینجا میزنه، حضور داشته و گفته که بیش از 500 تا شعبه داره و استعلاماتش رو از مراجع میگیره و مجوز برای تبلیغات، برای انحلالش هم ربطی به ما نداره. ما با یک مؤسسه قانونی بر اساس نص صریح قانون و نظارت بر های دائمی صدا و سیما کار کردیم.
طبق روال طبیعی هزینه اکثر برنامه و سریال‌های پربیننده در تلویزیون که شما تماشا می‌کنید به عهده اسپانسره. مؤسسه مذکور هم در سال 91 تقاضای همکاری با گروه برنامه‌ساز ما را داشته. گروه برنامه‌ساز ما. خب من اینو دوباره کپی می‌کنم، می‌خوام بعد در بیاد. خب بعد گفته که استعلام کردن که این اوکی، مشکلی نداره. بعد من رو به عنوان بنده رو به عنوان تهیه کننده به این مؤسسه معرفی کردن. اینو قبلا توضیح دادم، یه بار دیگه هم توضیح دادم، ممکنه قبلا بقیه قسمت قبلی رو ندیده باشن. شما گروه برنامه‌ساز داری به عنوان یک شرکت خصوصی، خودت هم بارها اومدی گفتی اسپانسر میاد با شما صحبت میکنه، شما میری با مدیران صدا و سیما صحبت میکنی و طبیعی هم هست اونا میگن اوکی و میان میگن که خب چون شما به عنوان کسی که جذب اسپانسر کردی ضمن پورسانت هم میگیرین و داشته باشی در صدا و سیما پورسانت میدن برای کسی که اسپانسر میگیره. بعد اینجا داره خودش تو صحبتاش میگه که اومدن به صدا و سیما گفتن، صدا و سیما به من گفته. خودت در صحبت‌های خودت داری میگی که اومده با گروه برنامه‌ساز ما صحبت کرده. تا قبل از اینکه مثلا ببینید این قضیه رو شاید براشون سوء تفاهم بشه، بگن خب گروه برنامه‌ساز ماه عسلی وجود داره، خب اما قبل از اینکه برنامه ماه عسل تولید بشه اسپانسر رو میگیرن و با توجه به اون اسپانسر میان میچینن اون 200 نفر 300 نفر رو. پس تا قبل از اینکه بودجه نیاد نمیتونن یک گروه درست بکنن. پس نتیجه میگیریم گروه برنامه‌ساز منظورش همون شرکت خودش هست. یه گروه برنامه‌ساز داره توی شرکت خصوصی خودش، رامبد جوان، رامبد جوان، احسان علیخانی، رامبد جوان هم همینجوری هستش و میاد اون اسپانسر با شرکت این آقا صحبت میکنه، میره با صدا صحبت میکنه، پورسانتا رو هم وسط میگیرن. خب اینی که سامن الحجج میاد به تلویزیون پیشنهاد میده که برنامه بسازی یا به تو پیشنهاد؟ بسیار طبیعیه. اسپانسر الان چیکار میکنن؟ برای برنامه‌های من شما کلی نامه در تلویزیون، در شبکه، در گروه اجتماعی، گروه‌های مختلف وجود داره که آقا برنامه رشیدپور رو ما می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه علیخانی رو می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه فیروزپور رو می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه مهران مدیر رو می‌خوایم اسپانسر شیم، برنامه رامبد جوان رو می‌خوایم و. خب داستان هم اینجوری هستش دیگه. ببینید انقدر صدا و سیما تو این سال‌ها گند زده و انقدر محبوبیتش اومده پایین، دیدی که اسپانسرها هم حتی بعضیشون رقابت نمی‌کنن این رسانه‌ها رو ببینن، مگه اینکه یک اسپانسر کلاهبردار بیاد سمت این برنامه‌ها. عموما هر اسپانسری که میاد فراش مشخص میشه یا دزدی کرده یا پول مردم رو کشیده بالا یا اختلاس کرده و از این اتفاقات زیاد میفته. پیشنهاد همکاری در رسانه حضور داشتن، تو کل بیلبوردهای شهر بودن، تو خبرگزاری‌ها، تو روزنامه‌ها و مجوز داشتن اون موقع. حتما به سازمان صدا و سیما مجوز ارائه دادن برای تبلیغات. امکان نداره. ببین امکان نداره. خب ما تبلیغ پشمک میتونیم بکنیم بدون مجوز؟ حالا تبلیغ پشمک میتونیم بکنیم. بله اینجا رو نگاه کنید. شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز سهامی خاص به صدا و سیما توضیح میده، خودش گوش بدید ببین چقدر پول داده تو سال 92. همین شرکت پدیده شاندیزی که به صدا و سیما تبلیغات داد خدا میلیارد تومان اختلاس کرد. بعد نگاه کنید به روزنامه ها، روزنامه ایران، روزنامه جامعه جمع، یادتونه اینجا بهتون گفتم که بیلبوردها و رسانه ها و صدا و سیما براتون اسمشون رو نوشتم. شرکت شاندیز هم همین کارو کرده بوده. همین کارو مؤسسه مالی اعتباری سامل الحجج انجام داد. گوش بدید این مجری این برنامه چی میگه. طبق صورت‌های مالی سال 92 شرکت ساختمان و ابنیه پدیده شاندیز تنها در همین سال 10 میلیارد و 454 میلیون تومان به صدا و سیما، 1 میلیارد و 381 میلیون تومان به روزنامه همشهری، 907 میلیون تومان به روزنامه ایران و 770 میلیون تومان به روزنامه جامعه جمع پرداخت می‌کنه. یه نکته هم داره. ببینید صدا و سیما ارتباط مستقیم با روزنامه جامعه جمع داره، نمیدونم اینو میدونید یا نه، و با روزنامه‌های مختلفی که وجود داره و عموما توی تمام برنامه‌های تلویزیونی مثلا می‌خوان اگه تصویر روزنامه رو نشونن روزنامه جامعه جمع رو نشونن. خب طبیعتاً جامعه جمع خب مشخص هستش. این آقای احسان علیخانی که با اون قیافه بهت آورش میگه امکان نداره، از اینا زیاد داشتیم. کرم حلزون و اینا هم داشتیم. خب اجازه میدم به من و تو؟ خیلی میتونی؟ خیلی. شما رو آنتنت فردا صبح میتونی تبلیغ یه جایی رو بکنی بدونی که مکتوب به شما اعلام کنن؟ نه. خب حالا اینجا رو داشته باشید. یه چیز دیگه هم به شما نشون بدم که شاید جالب باشه براتون. تیتر رو بخونید. تذکر مجلس، نماینده مجلس تذکر داد. اسپانسر برنامه ماه عسل غیر مجاز است.
چهارشنبه 3 تیر 1394. توضیح هم داده. ابراهیم نکو نماینده مجلس در صحن علنی مجلس به برنامه تلویزیون ماحصل در رابطه با حضور مؤسسه فاقد مجوز سامال الحجج به عنوان اسپانسر در این برنامه تذکر داد. خبرگزاری آنا، خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی. من نمیگم، شما هم نمیگی. تو سال 96 مؤسسه غیر مجاز بوده برای این آقایی که تهیه کنندشه. خب دیگه وقتی که شما 2 تا دروغ 3 تا دروغ از یه شخصی در بیاری مشخصه دیگه تمام حرف‌ها میتونه طبقه سناریو دروغ باشه و اینها تازه نمونه‌هایی هستش که من در آوردم. کمتر از 1-2 ساعت هم هست داره این ویدیو به صورت زنده پخش شده و اومده بیرون و من دارم تحلیلش میکنم. یعنی مطمئن باشید در روزهای آینده گندهای بیشتری از این قضیه بیرون میاد. ادامه بدیم. امکان محاله حتما این سیر رو گذرونده و مجوز تبلیغاتشون گرفته شده. من اصلا چه میدونم فرق بانک ها و مؤسسات چجوری باید بفهمم چی کارم. یعنی اینجا میخوای بگی که تو هم به مجوز بانک مرکزی اعتماد میکنی همونطور که سپرده گذار به مجوز بانک مرکزی اعتماد؟ ما کارگروهی داریم، هیئتی داریم، واحدی داریم، نهادی داریم در سازمان که عکس میکنه. هر چه میدونم یه آب میوه‌ای که میخواد در تلویزیون تبلیغ بشه باید بره اساسنامه‌ش رو بگیره، مجوزش رو بگیره، پروانه‌ش رو بگیره. من گفتم دیگه اینجا نشون دادم نمونه‌ش رو اینجا دیگه داره اینجا شد. به نظر من چی بگم؟ گوش بدیم که آقا میشود نمیشود، مجوز بهداشت داره نداره. امکان نداره در سطح تلویزیون توضیح بشه که آقا میشود این رو تبلیغ کرد بدون اخذ مجوز. محاله ممکنه. این تجربه سالهای ماست. اون موقع که سامن الحجج درخواست تبلیغات میکنه با مجوز و 500 شعبه به تو میگه که بیا برنامه بساز و این 3 میلیارد تومان برای چند تا برنامه است؟ 6 مجموعه برنامه کار شده از سال 91. به ترتیب براتون بگم مردم یادشونه. مردم برنامه ها برای شما ساخته شده. 6 برنامه جای دیگه نبوده. برنامه 6 برنامه. ببینید من اینجا میستم 6 برنامه. ای بابا 3 میلیارد. یعنی هر برنامه تقریبا 200 میلیون. درسته؟ 500 میلیون. من اینجا فکرم 300 میلیون. 6 برنامه است، 3 میلیارد. هر برنامه 500 میلیون گرفته شده و جالبه که اون 500 میلیون رو شما به ازای مثلا هر کارمندی مثلا 200 نفر هم دارن کار میکنن تقسیم بکنید. البته بازم گفتم ما به اون رسمی ها زیاد چیزی نمیرسه. اون حق زمینی ها فکر نکنید بهشون پول میلیاردی میدن. پس نتیجه میگیریم این وسط خب صدا و سیما پول خوبی بابت اسپانسر به جیب زده، چون پولی که به رسمی ها نمیدن. به حق الزحمه هم خب مشخصه دیگه. شما باورتون نمیشه شاید به حق الزحمه ها در حال حاضر ساعتی بین 7 تا 8 هزار تومان بدن در صدا و سیما. یعنی چیزی که من از همکاران قدیمی خودم دارم میشنوم بین ساعتی 7 تا 8 هزار تومانه. پس مطمئن باشید که اون 500 میلیون نهایت تازه این یه اسپانسر بوده برای این برنامه. 2-3 تا اسپانسر دیگه هم اون برنامه داشته. پس صدا و سیما پول خوب بابت اسپانسر به جیب زده که گفته احسان علی خانی بیا جوابیه بده. چون صدا و سیما میدونه که اگر این قضیه رو جمع نکنه گند بقیه برنامه ها هم بالا میاد. 2.5 برای تحویل سال. آره برنامه تحویل سال بود. 5 یا 6 شب لحظه تحویل سال 92 که حضور داشتن به عنوان اسپانسر برنامه ماه عسل سال 92 که نقطه عطفیه در واقع این دهه اخیر در برنامه‌های ماه عسل. این 92 راجبش یه حرفی دارم. متهم اصلی پرونده سامن الحجج صبح توی دادگاه گفته که از سال 93 ورق برگشت.
حالا یه دلایلی راجع برگشتن ورق گفته، من جمله اینکه بعد از اینکه گفتن عملکرد آن مثبت است مجوز را باطل کردن. حالا این ادعای متهم مال کی رضا ایمان ابطال انحلال کی اعلام میکنن؟ انحلال رو در تاریخ 25 مرداد ماه سال 94 به یک باره مسئولان بانک مرکزی گفتن که مؤسسه اعتباری سامن الحجج غیر مجاز است که باعث شوک شد. خب ببین میگه مرداد، شما به این خبرگزاری دقت بکنید. حالا اینجا تیره، 1 ماه قبلش توی مجلس گفتن غیر مجازه. پس این عدد و این جمله حرف آیه رشیدپور اشتباه. یه بار دیگه تاریخی که اعلام شده منحل شده رو بگو. 25 مرداد سال 94. ما چه برنامه‌ای داشتیم؟ نداشتیم. ماها، بلکه شاید قریب. ببین نگاه کنید، یه چیزی اینجا دارن بازی میکنن باش. تیر ماه زمانی بوده که ماه رمضون بوده، یعنی تو زمان پخش برنامه گفتن غیر مجازه. اما اینجا رشیدپور چقدر زرنگ سوال میپرسه، 1 ماه بعدش میگه که احسان علیخانی هم جواب داشته باشه بگه ماهای قبلش ما برنامه رو تولید کردیم بعد غیر مجازه اعلام شده. متوجه شدی؟ خیلی اینجا با هوشمندی خاصی سوالات پرسیده شده. به 1 سال قبل دیگه متوقف شده بود. چه سالهایی تو ساختی برنامه؟ من اینو توضیح بدم و بعد بگم چه اتفاقی در تلویزیون افتاد. امیدوارم کسی از دست من ناراحت نشه، برای اینکه من یه برنامه ساز تلویزیونم، تهیه کنندم و مجری تلویزیونم و فکر میکنم این حقو دارم که از حیثیت خودم و همه همکارام و همه رفقام و از خونم دفاع کنم واقعا. برای اینکه سخته تو در پی مطالبات مشروع برای خودت، برای پیرامونت، برای مردمتی و یهویی بازیه میچرخه و تو یه مقامی قرار میگیری که من برای چی؟ برای برنامه ساختن در تلویزیون؟ احسان یه توقف کوتاه اینجا بکن. این چرخیدن بازیه من یه ذره میخوام مبنایی تر بهش بپردازم. هیچ اشکالی نداره اصلا. آره. من اینجام برای اینکه یک پرسش رو پاسخ بدم. آره آقا یه مدتیه درگیری جذاب نه عجیبی درست میشه برای رامبد جوان. آقای فرابخش چیزایی میگن، رامبد یه چیزی میگه، تبدیل میشه به یه جنجال رسانی. بعد عادل روی آنتنه و میدونیم 2 هفته دیگه هم باز 90 شروع میشه، یه نامه منتشر میشه که عادل خداحافظی کرده و شروع. ببین این خیلی کار ساده ای. تو 5 ماه اخیر من نه توهم توطئه دارم، نه از کسی ناراحتم و نه از کسی شکایتی میکنم اصلا. برای که تقصیر خودمونه. یعنی ما وقتی که فشار میاریم برای بخشی از مطالبات به حق و اولویت دار برای کشورمون و مردم اتفاق نمیفته، خیلی خب حالا چیزی اومده در خونه من دیگه، اشکال نداره جواب میدم. این ادعای مهمی ها، یعنی میگی چون ما میایم ادعاهای مردم رو مطرح میکنیم برامون حاشیه حتما بیننده داره من تو رو قضاوت میکنه، میگه باز یه مشکلی پیش اومد، 2 تایی نشستین دارین هندونه به هم دیگه قرض میدین در شبکه 3. خب باید چیکار کنیم که جواب بیشتر از اتهام شنیده نمیشه؟ چیکار کنیم که پاسخو کسی دیگه نمیشنوه؟ خب پاسخایی که دارید قانع کننده است. من دارم به شما سند نشون میدم از خبرگزاری داخل ایران. خب اصل خبره میره و کسی گوش نمیکنه چه اتفاقی افتاده. بعد از انتشار این خبر مدیر گروه ما حرف زده، توضیح داده، مدیر شبکه توضیح داده، هیچ کسی نمیشنوه. بخونم یه بخشی از توضیحشون رو. آقای کریمان که هفته پیش هم صندلی تو نشسته بودن، این شنبهمون هم باز قسمت شبکه 3 شد، یعنی یک شنبه قبلی باز شبکه 3 داشت پاسخ میداد، حالا این هفته هم همینطور شد. آقای کریمان در مورد شخص احسان علیخانی اینطوری گفتن. مدیر گروه اجتماعی شبکه 3 گفت شخص احسان علیخانی و همچنین سازمان صدا و سیما پیگیر مطلب منتشر شده از طریق مراجع قضایی هستند و قطعا تا شفاف شدن دقیق ماجرا دست از پیگیری بر نخواهند داشت. خب صدا و سیما اگه می‌خواست پیگیر باشه قطعا خودش رو بازخواست می‌کرد بابت تبلیغات پدیده شانزیت کرن و حلزون و امثال اینا که همیشه خودتون میاد تبلیغ می‌کنید، کلاهبرداری میشه، بعد میگید خب به ما ربطی نداره که تبلیغات بوده. به خاطر اینکه شما میگید ما پیگیریم، به خاطر این دلیل، به خاطر اینکه شما پول خوبی از اسپانسر به جیب زدید. وی افزود این مؤسسه بدبختی واسه که پول کارمنداتون رو نمیدید. این نکته جالب دوستان به شما بگم، در حال حاضر امروز در ماه تیر هستیم، هنوز کارمندهای رسمی صدا و سیما افزایش حقوق سال 97 شون دریافت نکردن بعد از 4 ماه. خبری که من دارم به شما میدم در هیچ کجای ایران، تهرانش رو هم که 100% مطمئنم چون از دوستان تهرانم پرسیدم. زمان همکاری با احسان علیخانی حدود 500 شعبه داشته و در حال فعالیت بوده است. اینکه بعداً دچار آسیب شده و جلوی فعالیت آن گرفته شده داستان
دیگری است. یا در یه جای دیگه از مصاحبه میگن که آیا مجری این شبکه خارج از عرف برنامه سازی و ساختار شبکه این پولو دریافت کرده؟ اظهار داشت موضوع احسان علیخانی به عنوان تهیه کننده و چندین عنوان برنامه ساخته شده یک کار مشترک و اسپانسری و همه موارد در چارچوب ضوابط مشخص و با نظارت سازمان صدا و سیما صورت گرفته است که البته احسان من الان این جمله رو چجوری ببرم در خونه تک تک مردم ایران بگم؟ مردم باور ایران نمی‌کنن بسیار چجوری مردم باور نمی‌کنن، چون که آقای احسان علیخانی مشخصه دیگه، پازلا رو می‌ذاریم کنار هم، صدا سیما پولی گرفته، یه پورسانت هم به شما داده، شما جذب اسپانسر که بعد اون اسپانسر کلاهبردار از دار اومده 100 سال صدا سیما نمیاد. نمیگن زبان سایی هست میگن که چاقو دست خودش رو نمیپره که. به همه مخاطبای برنامه ها بگم مردم لطفاً اینو بشنوید. صندلی داشت درد میرم ترسیدم به خاطر اون. اگر حرف درستی باشه مردم ما انقدر نجیبانه نظر میدن بدونن حرف درسته، مطمئن باش پای حرف درست میستن. انقدر ذهن مردم رو مشوش میکنیم، حرفای عجیب غریب در فضای رسانه‌ای میزنیم. یه دونه توییت میخونم، آقا به اسمم میخونم دیگه، تو این برنامه آب از سر ما گذشته. آقای حسام الدین آشنا توییت کردن که از شورای محترم نظارت بر سازمان صدا و سیما خواهیم خواست که موضوع رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان، شبکه‌ها و برنامه‌های مختلف را با مؤسسات مالی و اعتباری و پروژه‌های ساخت و ساز متخلف یا غیر مجاز در دستور کار قرار دهد. من فکر کنم تو مدیران و مسئولینی که الان بیرون از در واقع تلویزیون مسئولیت دارن و فعالیت میکنن، شاید فکر کنم هیچ کسی به اندازه آقای دکتر آشنای عزیز مسلط و مشرف به فضای تلویزیون آشنان به تلویزیون و آشنا با فضای برنامه‌های مشارکتی و اسپانسری و قطعاً ایشون مطمئنم که از خیلی عمیق‌تره تو این ماجرا. رضا برگردیم. پیشنهادم دارم، من میخوام یه ذره سریع‌تر بگم. کاشکی آقای آشنای عزیز عضو هیئت نظارت بر بانک مرکزی هم باشن و بذاره میارن پولش رو میذارن. بنابراین یه تذکرم آقای آشنا به بانک مرکزی میذارم. مردم اینو توجه بفرمایید لطفاً. شاید باید یه فکری کرد، من و تو به عنوان یک شهروند، حالا با یک چهره فرهنگی، برنامه ساز تلویزیونی، بقیه مردم هم همینطور. من تو خیابون وقتی مواجه میشم با بیلبورد، مواجه میشم با سردر یه بانک یا یک مؤسسه مالی اعتباری که درش باز آدما دارن تعامل میکنن، باید چی کار کنم؟ باید زنگ بزنم به وزارت اطلاعات بگم سلام خسته نباشید، من میتونم برم توی مؤسسه و بانک؟ از نظر شما زنگ بزنم به وزارت اقتصاد؟ به کجا زنگ بزنم؟ به کجا باید زنگ بزنم؟ تحت نظارت با مجوز بانک مرکزی. اون نکته‌ای که تو خوندی در اواسط و اواخر سال 94 اعلام شده که آقا مسئله داره، مشکلی داره این مؤسسه. چه ربطی به کار کردن ما از سال 91 تا پایان سال 93 داره؟ من داشتم توضیح میدادم، متوقف شد. برنامه 2.5 برنامه تحویل سال، بلافاصله برنامه ماحصل سال 92 با اون اتفاق بزرگی که افتاد، بعد برنامه 3 ستاره، بعد ویژه برنامه تحویل سال 93 و اتفاقی مربوط به جشن 20 سالگی شبکه 3 که کار سنگین بود. آقای آشنا تو همون مراسم خودشون اومده بودن؟ آقای آشنا برای بعد از برنامه ماحصل 92 که اونجا اومدن تجلیلم کردن، محبت کردن، تشریف بردن و خیلی ابراز لطف کردن به اون اثر و نگاه اجتماعی که داشت. 3-4 تاشو گفتم. بعد برنامه بهار نارنج، یعنی 2.5 یکی ماحصل 92، ماحصل 93 3 ستاره، ویژه برنامه تحویل سال 93 بهار نارنج. 6 مجموعه برنامه است رضا، 6 مجموعه برنامه‌ای که حساب کتاب داره، برآورد داره، ارزیابی داره. سازمان ما 10 تا نهاد نظارتی داره که چقدر آدم، 150 نفر، 200 نفر 4 ماه 5 ماه پیش تولید در جریان قصه دارن کار میکنن. بچهای خودتونن، گیریمور، تصویر بردار، صدا بردار، راننده، شام میخوان، نهار میخوان. یعنی من شیفته این حرکت صدا و سیما هستم که اول میگن الف این ما نیستیم، بعد میگن من پول نگرفتم، بعد میگن پول گرفتیم خرج برنامه‌سازی کردیم، بعدش میگه که بچهای خودتون. ببین اصلا از این واژه‌های اینطوری. خب حالا من چون میذارم این یه تیکه‌اش رو گوش بدید. میخوان دکور، میخوان هواپیما رفت آمد، مهمون بره بیاد، هدیه بگیرن. مگه اینا آدم نیستن؟
این بودجه تخصیص پیدا کرده به این طبق قرارداد مرتب منظمی که داشته با سازمان صدا و سیما. من تهیه کننده‌ام، تلویزیون منو معرفی کرده گفته برو کار انجام بده. و این 3 میلیارد تومان میگی که بابت این 6 برنامه است در 3 سال خورده بین ای. سالهای 91 92 93 قبل از اینکه اعلامیه انحلال و غیر مجاز بودن این نکته مهمیه. یه روزش خاطرم نیست، در همون سالهای 93 حتما یک عزیزی که سمت داشته در دولت محترم، خاطرم نیست، فکر کنم اواخر دوران آقای زرقامی بود اگه اشتباه نکنم، ما که از سیر مدیریتی که مطلع نیستیم تماس گرفته شده بود که به هیچ وجه مؤسسه مالی اعتباری سامان حجاج دیگه اسمش مطرح نشد. تمام شد. مگه الان مدیر شبکه به تو زنگ بزنه حق نداری تبلیغ این آب میبره کنی، شما ادامه میدی؟ میتونی؟ خیر. شما بدون عکس مجوز میتونی تبلیغ این آب میبره بکنی؟ نه اینا جزء بدیهیات. ولی من بدیهیاتو با چه جوری بگیم؟ یکی از برنامه هم بود که مجلس دهن خودشو جر داد. مجلس نتونست جلوی شما رو بگیره در صدا و سیما، گفت غیر مجازه. بدیهیات دارید میگید. یک باشگاه فرهنگی ورزشی داشتن با کلی قهرمان، کشتی، هندبال، مدال، عنوان، با شبکه مذاکره کرده بودن که آقا ما چون شبکتون ورزشه میخوایم مهمونامون رو شب عیده قهرمانامون رو بیارین ازشون تجدید کنید، ما هم اسپانسر میشیم، تولید و پخش رو تعاون کنیم. این راجع پدیده شاندیز رو هم من راجع به اونم به شما توضیح بدم که خیلی نزدیک به مؤسسه مالی اعتباری سامان حجج بود که شد اولش به عنوان باشگاه فرهنگی ورزشی سامان حجج آوردنش، اسپانسرش کردم، بعد شد مؤسسه. یه 7-8 دقیقه ما شاید به اون قضیه اختصاص بدیم اگه برنامه طولانی نشه. خب اتفاق افتاده مجدداً تو همون آغاز اوایل سال 94 اعلام شد که به هیچ وجه در سازمان صدا و سیما طبق دستوری که حالا دولت داده بود، نمیدونم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، هر جایی که مسئولیت این حوزه رو داره که من هنوز نمیدونم حالا این ضعف منه، قبول دارم این ضعف منه، اطلاع دادم به مدیریت سازمان که دیگه به هیچ وجه مطرح نشد. ماها بعد اعلام شد که حکم انحلال داده شده. خب احسان اگر ماجرا انقدر واضح و بدیهی است چطور در یک جمله معنادار در روزنامه شرق نوشته می شود که این مؤسسه به فلان سلبریتی الف عین هم بی توجه نبوده و 3 میلیارد تومان هم به حساب ایشان واریز کرده است؟ ببین توجه بکنید چقدر جالب جمله رو تعریف کرد. روزنامه شرق گفته بود که نسبت به این سلبریتی بی توجه نبوده و 3 میلیارد تومان به حساب ایشان بابت تبلیغات واریز کرد. خب و البته گفته که به عنوان هدیه، یعنی این ببینید واژه ها رو حذف میکنه آقای رشیدپور و خیلی جالبه. و نکته بعدی این که من این سوال خیلی کلیدی از آقا دارم، شما مگه 3 میلیارد پول به حسابت نیومد؟ حالا یه بار 500 میلیون، یه بار 400 میلیون، معلومه نیست که ریز اون پول‌ها چی بوده که پول به حسابش اومده. سود این پول‌ها چی شده؟ شما لطف کن بگو سودم داره این پولا دیگه. اون زمانم که سود بانک‌ها مثل الان نبود که سودا 24% و 28% و نمیدونم الا ماشاءالله علی برکت الله همینجوری بالا بود. سود اون پولا رفته کجای احسان علیخانی؟ مردم از این چی میشه؟ چه شکلی فکر میگه میکنن؟ عجب آدمای فلان شده، یعنی مجری تلویزیون میان ننه من غریبم بازی جلو دوربین در میارن اونور پول میریزن به حساب. کاشکی روزنامه شرق که من اینجا اعلام میکنم هیچ گلایه‌ای ازش ندارم، نباید هم داشته باشید. حالا یه نکته جالب هم من به شما بگم اینجا، بد نیست که ببینید راجع روزنامه. اونم اینه، صدا و سیما بابت پخش دفاعیات علیخانی به ضرر خود عمل کرد. یک باشگاه و خبرگزاری ایسنا البته این قضیه رو مطرح کرده از قول محمد رحمانیان که ایشون مدیر مسئول روزنامه شرق هستن. گفته که ما هم قطعا اسناد مدارکی در اختیار داریم که به دادگاه ارائه خواهیم داد به مراجع زیرسلا و گفته که امروز تلویزیون از خودش بد دفاع کرد. اگر این برنامه پخش نمیشد به نفع تلویزیون بود، لذا من با رسانه‌ای که خودش چنین کاری را با خودش انجام میداد حرفی ندارم. خیلی جالبه که ایشون هم حتی دعوتش نکردن به تلویزیون. و آقای رحمانیان هم گفته که آقای مهران مدیری هم اگر رفته شکایت کرده مشکلی نداره، ما اسناد مدارک داریم. و شما شک نکنید که خبرگزاری‌ها وقتی خبری رو پخش میکنن به خصوص راجع به سلبریتی همچون احسان علیخانی و میدونن که این قضیه مثل بمب میترکه، مطمئن باشید که بی سند و مدرک حرفی رو نمیزنن. هیچ گلایه‌ای ازش ندارم. ان شاءالله برای واقعا مطالبات واقعی رو پیگیری کنیم. ان شاءالله همه این معوقاتی که وجود داره، همه
اتفاقاتی که افتاده که خوب میتونیم راجبش حرف بزنیم، راجب همش بتونیم حرف بزنیم، اسما رو خوانا و رسا بگیم بدون لکنت. کاش که یه زنگ میزدید به تلویزیون، کاش که با مدیر گروه ما حرف میزدید، کاش که با مدیر شبکه ما حرف میزدید، کاش که با مدیر مالی ما حرف میزدید. خب اگه حرف میزدن دهنشون رو میبستید و میگفتید، تهدیدشون میکردید، تو رسانه های صدا رسانی، تو بخش مختلف خبری بمباران خبریشون میکردید و اجازه نمیدادید که اونها بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن و کار رسانه هستش که غافلگیر بکنه و اونها به نظر من شما غافلگیر کردن در روزنامه شهر. خب اونجا نوشته چیه؟ مجری. من مجری احسان علیخانی گفتم 3 میلیارد بدید من براتون تبلیغ کنم. اینه واقعیت، درستش اینه. دو تا توضیح داره. 3 سال و تکرار میکنم 3 سال و نیم برنامه سازی در تلویزیون. تو هر کدوم از این برنامه ها 150-200 نفر کار کردن، 4 ماه 5 ماه 6 ماه، جمع کنی میشه 1200 نفر روز کار. ها رضا؟ زیر نظر شبکه، با نظارتشون، با ارزیابیشون، با برآوردشون، با این همه نهادی که وجود داره. کاش یه سوال ساده می‌کردید. من یه پرسش دیگه هم از احسان علیخانی دارم. در شرایطی که مردم ما با مشکلات مختلفی دست به گریبانن، مشکل بحران آب داریم، مشکل برق داریم، مشکل دلار داریم، مشکل زمینگیر شدن هواپیماهامون به خاطر عدم تامین ارز دولتی داریم، مشکل گرانی میوه داریم، انواع و اقسام حرفا. جریان سازی مثلا 6 میلیارد تومانی، خوب گوش بدید، اون مشکلات ربط داد به این جریان سازی. آقا 6 میلیارد هم خودش معضلیه، یعنی داره مردم رو جایی هدایت میکنه که مردم بگه که آره این جریان سازیه، نمیدونم فلانه. ببینید چقدر هوشمندانه رضا رشیدپور پینگ با احسان علیخانی پاسکاری اطلاعاتی میکنه. 2 سلبریتی، تو و یک نفر دیگه، مجموع رقم ها میشه 6 میلیارد تومان با همه توضیحاتی که گفتی. در برابر اسمایی که جلو هر کدومشون کم از 100 میلیارد تومان نوشته نشده، منتها نشناختیم هیچ وقت اینا کیان، همش الف ب پ ت س ج چ ح دالزال بوده. فکر میکنی که در پس این ماجرا چیزی است، ابهامی وجود داره، ماجراجویی وجود داره، نقشه راهی وجود داره؟ میخوایم حواس مردم پرت بشه از بعضی چیزها. واضح دارم ازت میپرسم. ببین، من حرفمو تکرار میکنم. من همیشه این فضا رو و این مدل نگاه و نقد کردم به عنوان یه مخاطب که آدم‌ها تا ازشون پرسشی میشه بلافاصله توهم توطئه پیدا میکنن، زمین و زمان و مقصر و متهم میدونن که خودشون جواب ندن. دقیقاً ببینید یه نکته جالبی وجود داره. کاری که احسان علیخانی کرد، اومد یه جوابیه داد، نگرفت جوابیش. نوشتش که من احسان علیخانی مجری و تهیه کننده تلویزیون سیما هستم. اگر منظور رسانه‌های مجازی غیر مجازی، ببینید باز از واژه مجازی که مردم مثلا ذهنشون منحرف بشه به اینکه خبر دروغه، از الف عین همان احسان علیخانی است، بعد بگم اشتباه گرفتید، آن دزد اموال بیت المال و مردم من نیستم. ببینید یه جوری جوابیه داده که مثلا الف عین شاید یکی دیگه باشه، در تیکه دومش اومده گفته آن دزد بیت المال من نیستم، یعنی پولی گرفته شده اما من دزد بیت المال نیستم. خب هیچ اشکالی نداره. ماها سالها جلوی شما حرف زدیم و قد کشیدیم. هیچ معنی نداره وقتی یه پرسشی وجود داره آدما جواب بدن. نه، من هیچ کسی رو متهم نمی‌کنم، هیچ کسی رو واقعا، ولی به این فکر می‌کنم که تو حوزه رسانه طبیعی هم هست وقتی پمپاژ میشه این اسما دیگه جذابه. میدونی این اسما جذابه، مردم هم میرن دنبالش. من هیچ مشکلی با به ذات با وام گرفتن کسی ندارم. یه کسی گرفتاره، یه کسی تاجره، یه کسی میخواد کار اقتصادی کنه، یه کسی میخواد یه پروژه رو تولید کنه، میره جای وام مشروع بگیره، به موقع هم انجام بده. من تا الان که محضر شما نشستم با هم ادعا میکنم دیگه 1000 تومن وام حتی از صندوق محل، خانواده، نمیدونم هیئت، مسجد، چه برسه به بانک و مؤسسه، 1000 تومن وام نگرفتم. نمیگم این فضیلت ها، نه، هر کسی ممکنه خیلی گرفته باشن، کار درستی هم کرده باشن، اصلا ربطی به این موضوع نداره. من میگم اصل موضوع چیز دیگه ایه. و بعد رضا، ما یا پایبند هستیم، قانون وجود داره و در برابرش گردنمون از مو هم باریک‌تره یا نه. من میگم آقا ما الان 2 تا چیز داریم، 2 تا مرجع داریم تو این حوزه. یکیش خود تلویزیونه که داره کار میکنه. بعضی فکر میکنم ما تو تلویزیون خونه خاله‌مونه، هر کاری بخوایم میتونیم توش بکنیم. بله دیگه، سرقفلی یه برنامه
چندین سال در اختیار توه و خب مشخصه هر کاری هم بخوای توش بکنی میتونی انجام بدی. و جالبه دیگه، سرقفلی یک برنامه در اختیار توه و مشخص هر کاری که بخوای داخلش میتونی انجام بدی. آن اینجوری نیست. یعنی یه بار من رو آنتن چند سال قبل گفتم تلویزیون پول نداره ولی تا دلتون بخواد کارشناس داره، اون رماس میکشن. آقا اینجا اینجوری تو همین چند ساله یه بار فکر کنم توضیح دادم تو دل یکی از همین برنامه‌هایی که الان حرفشه دکور ما زدیم، ما تهیه کننده دکور ساختیم، تموم شد برنامه. تو همین شبکه 3 ارزیاب دکور گفت آقا 25 میلیون اضافه است، نمیارزه. طراح صحنه همین میان ارزیابی میکنن پیمان قانع عزیز، آره آوردیم شبکه که آقا پول گرفتی رفتی کار کردی، فاکتور چوب، آهن، موتور، فلان اینا، نپذیرفتن. گفتن نظر کارشناسی ما اینه، کس کردن ازمون، تو چشمون نگاه کردن. بذار اینا رو بخونم. خب داستان اینه که چرا کس کردن، چون اون موقع اسپانسری وجود نداشت، پول مفتی هم وجود نداشت، بعد صدا سیما از جیب میداد، به خاطر همین ازتون کس کرد. اگه اسپانسر وجود داشت جیب صدا سیما هم پر میشد کس نمیکردن ازتون. برنامه حالا خورشید توییت رفقای روزنامه‌نگار رو دارم میخونم، اگه نکته نسبت بهش داشتی بگو. برنامه حالا خورشید قرار است امروز عصر برای بررسی اتهامات مؤسسه سامن الحجج با حضور احسان علیخانی پخش شود. مگر دادگاه و قانون برای اعاده حیثیت نداریم؟ فرضاً اتهامات مطرح شده صحیح نباشد. آفرین. چرا صدا و سیما باید برایش رپورتاج برود؟ چرا فرصت دفاع در برابر تهمت را برای دیگران محفوظ نمی‌دانند؟ احسان بداقی نوشته. نکته جالب بهتون بگم که آخرین نفری که در صدا و سیما فرصت دفاع از خودش رو داشت قبل از سال 88 محمود احمدی نژاد بود که اومد تو تلویزیون دفاع کرد از خودش و قبل از اون یادمون نمیاد که کسی دیگه‌ای بخواد در تلویزیون اینجوری قد علم بکنه و بخواد جوابیه بده از خودش. احسن. اتفاقا دادگاه چقدر حرف خوبی زده. من توی نامه‌ای هم که نوشتم خواهش کردم، هم از صدا و سیما خواهش کردم، هم از مراجع قضایی خواهش کردم. چیزی که تو این 2-3 روزه من مطلع شدم، یک هیئت تصفیه جدی متقن دقیق کارشناسی وجود داره. زیر 1 میلیارد تومان ها هم دادن به مردم. این خبری بله اعلام کردن که زیر 1 میلیارد بخش عمده ای از در واقع مطالبات برگردونده شده و اصلا داره دقیق کارشناسی میشه. آقا پرونده داره، قاضی داره، دارن همه حساب کتابا رو در میارن. فدات شم، دورتون بگردم. خب این اتفاق باید اونجا میافتاد. سازمان صدا و سیما تعامل میکرد با قوه قضاییه، قاضی که داره بررسی میکنه، کارشناس که داره بررسی میکنه، ضابطی که داره بررسی میکنه، نتیجه‌شو اعلام میکردن. نه اینکه یه چیزایی رو جمع کنیم یهویی بگیم با یه عناوین و عنوان‌هایی که بعد رضا رفته جلوتر. من کلی خبر دیدم که ماها به عنوان سلبریتی هدیه گرفتیم. ببین همین الان توییت اینه: رضا جان موضوع قرارداد تبلیغات که نیست، لطفا بپرس چرا به عنوان هدیه این مبالغ درج شده. خدا مرسی از کسی که اینو سوال کرده. ببینید آخه چه جوری جواب بدم اینو. اصلا شما چقدر من و رفقای سلبریتی اصطلاحاً یه چهره فرهنگی با چقدر ساده لوح باشه که یه مجموعه مالی، اعتباری، بانکی یا هر جایی بگه آقای رشیدپور میخوام بهت هدیه بدم، بیا این کاغذ رو امضا کن، شماره حسابتم بده، برو خونه عمو، میریزم به حسابت. آخه چی دیدید ما رو؟ یعنی هدیه نبوده. این اسپانسر عزیز بابا هست همه یزدان مدارکش تو تلویزیونه. این اسپانسر عزیز خب یا هر اسپانسر دیگه‌ای تعهد میکنن هدیه به مهمانان بدن. مهمانان برنامه که میسازی؟ آره هدیه مهمانان برنامه است. حالا چه برنامه عید بوده باشه که حالا جماعتی که تشریف میارن، حالا بازیگر، خواننده است، ورزشکار، هر چی، چه مثلا برای ماه عسل بابا هدیه است، داریم نشون میدیم. رو آنتن هدیه میدادیم. همیشه هم نشون میدیم، بگیم از طرف حامی مالی محترم برنامه تقدیم شما میشه. آخه چه من باید هدیه بگیرم دیگه؟ 4 تا گزارش 4 تا دادگارم کسی شنیده باشه؟ کوتاه بگو. نکته بعدی این که لطف کن برای احسان علیخانی بگو چقدر پورسانت گرفته بابت جذب این تبلیغ. احسان علیخانی 4 بعد از ظهر امروز در برنامه اسکای حالا خورشید در مورد اتهاماتش و مؤسسه سامن الحجج توضیح میده. منتظر مقدار متنابهی پرروبازی و بغض و گریه باشید. خانم یگانه خودنامی نوشتن. نه چه پرروبازی. آدم
متأثر میشه و غمگین میشه از فضایی که تماشا میکنه، که بازم میگم من حق میدم به خیلی از هموطنان مخصوصا توده مردم که درگیر بحث‌های معیشتی هستن، ممکنه دیگه اصلا آمادگی دارن این خشمه، این ناراحتیه، که سریع این احساس ناامنی که منتظرن که فلانی پس فلانی هم همینطور. اگر اتفاقی افتاده در قالب ضوابط و قوانینی بوده، منم مثل شماها، من که سر در نمیارم که آقا این بانک چیه، اون مؤسسه چیه. بعد رفقای نازنین من، کسی میخواد کار عجیب غریبی هم بکنه، کار خلافی هم بکنه، تو پستو میکنه، دسته کسی رو نمیگیره بیار رو آنتن تلویزیون. این معلومه که خب خدا این احسان علیخانی من نمیدونم فازشی بابا. خب در پستو بوده و روزنامه شرق لو داده و گفته الف عین. خب نمیدونم کسی جار بزنن. بعد یه نکته دیگه بگم برای دوستان که شاید براشون خالی از لطف نباشه یا باشه، حالا فرقی نمیکنه، این هستش که اکبر هاشمی رفسنجانی، نمیدونم یادتون از تو سال 88 احمدی نژاد یه صحبت انجام داد و گفتش که ایشون دزده، حالا یا یه دیگه هم یه سری اتهامات دیگه بهشون زده بودن، بهش فرصت نداد که به اتهامات پاسخ بده و گفته بودن که اونم وام گرفته، نه هدیه، حتی گفته بودن که خرج سیستم ایران کرده بوده و اون زمان صدا به اون آنتن نداد، اما به ایشون داره آنتن میده. خب نمیدونه این ماجرای چیه و به من ربطی نداشته. نه من مجوزشو دادم، نه مجوز تبلیغاتشو دادم، نه مجوز حضورش در تلویزیون دادم، نه مجوز انحلالشو دادم، نه مجوز شعباتشو دادم. من و شما الان میتونیم یه سبزی فروشی بزنیم سر کوچمون بدون مجوز. داشتم مجوز. میگفتم که تا اماکن و نمیدونم مجوزا و ایناش صادر نشه که اصلا آب فروشی هم نمیتونی بزنی. حتی من ناراحتیم همینه، یک الان چند وقته دیگه 2 ساله فکر کنم مثلا 95 داره بررسی میشه، دقیق و ریز دارن در میارن کی چی کار کرده، کی تحصیلات گرفته، کی نگرفته، چقدر هزینه فلان شده. شفاف‌سازی عالیه، یعنی آدم‌ها بدونن که برای فساد، برای بستن زیر میز به جای روی میز فضای امنی ندارن. رسانه‌ها مثل شیر وایسادن. کجا مثل شیر وایسادن؟ چرا از روزنامه شرق کسی در این برنامه وجود نداشت؟ چرا من موندم که آقای رشیدپور و دوستان دیگه از کجا فهمیدن که الف عین یعنی احسان علیخانی؟ سوالم اینه دیگه، علم غیب داشتید فهمیدید الف عین میشه احسان علیخانی؟ حتما میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. خب همه رسانه‌ها، روزنامه‌اش، فضای مجازیش، صدا و سیماش و رصد میکنن. آقای رشیدپور عزیز، این که اسپانسر پول را به احسان بدهد قانونی است، نباید به حساب‌های رسمی واریز شود؟ من یه سوالی دارم از شما، ببخشید این سوالاتو میپرسم. هزینه تولید تو رو کی میده رضا؟ متاسفانه اسپانسر. تموم شد. هزینه تولید برنامه 2018 عادل فردوسی پور کی میده؟ متاسف. چرا از واژه متاسفانه دارید استفاده میکنید؟ در همه جای دنیا از اسپانسر به نحو احسن استفاده میکنید، اما در صدا و سیما ایران از اسپانسر به عنوان یک پورسانت ازش یاد میشه. چرا متاسفانه؟ که به اونم حمله شد. برنامه رامبد جوان خندوانه رو به خاطر اینکه در اسپانسرها و در قضیه اسپانسرها در دزدی زیاد شد، به خاطر این بهشون انتقاد شد. مردم که مرض ندارن از کسی انتقاد بکنن یا رسانه‌ها. کی میده؟ متاسفانه برنامه دوره همی مهران مدیری رو کی میده؟ متاسفانه. مثال شاخص سریال پایتخت رو کی میده؟ و شما نگاه کنید تو چند ماه اخیر برای پایتخت همین اتفاق افتاد. خب برای اینها تو نامه‌ای داری به عنوان اینکه معرفی شده باشی از سمت سازمان؟ حتما این که چیز مشخصیه. آقا ما می‌خوایم برنامه تولید شه، یک محصولی تولید شده. ببین مثال دارم میزنم الان به ذهنم رسید. این مؤسسه یا هر مؤسسه دیگه‌ای رفته یه جایی رو اجاره کرده، مثلا یه ملکی رو که مجوز بگیره تو شعبه بزنه. الان سالها گذشته، الان بریم سراغ اون مالکه بگیم بیا اینجا. ببینید از چه مثال‌هایی استفاده میکنه، اصلا چی رو به چی ربط میده. اجاره گرفتی برای ملکت، برای چی گرفتی؟ میگه آقا یه جایی مجوز داشته کار کرده. نگاه تلویزیون هم موقع همین بوده. مثلا تلویزیون چه نفعی داشته تو این ماجرا؟ این همه بانک و اسپانسرها و برندهای دیگه این صف کشیدن، همه هستن. چه نفعی برای کی داره؟ برای من چه نفعی داشته؟ ما دنبال اینیم که کسی بیاد برنامه‌مون تولید بشه، مجبوریم چون پول در تلویزیون نیست. 10 بارم گفتیم آقا دولت محترم، مجلس کمک کنید
لطف کنید که بودجه سازمان تامین بشه که اصلا اسپانسر از تو برنامه‌ها برن بیرون. تو همین اسپانسر داری یا نداری؟ بله. مجبوری داشته باشی، کارش نمیشه که چیکار کنی؟ اگر بهمون گیر نمیدی آگهی بازرگانی پخش کن. منم یه جمله در حد آگهی بازرگانی میگم، میگه که پوکر بازها یه جمله‌ای دارن که میگن اگه پای میز نشستی و تا 20 دقیقه متوجه نشدی سر کی داره کلاه میره، مطمئن باش که سر تو داره کلاه میره. دقیقاً احساسیه که آدم این ثانیه داره بهش دست میده. اینم به عنوان پیام بازرگانی. وسط این بحث بخوایم آگهی بازرگانی پخش کنیم، چقدر خوش سلیقگیه. آگهی هامونو ببینیم و برگردیم بعد از آگهی ها یک نفر دیگه هم به جمعون اضافه بشه بحثمون پرتاب. و دارن بررسی میکنن، تحقیق میکنن. حتما قراردادهای سازمان بررسی شده، با سازمان مکاتبه کردن، اتفاق افتاده برای اینکه تمام پاسخ همه سوالات رو بگیرن. بعدم شما به من گفتید آقا بیا این نکته ما البته به آقای مطلب متکی هم گفتیم، فرمودن که تمایل مصاحبه ندارن. آقای مدیری هم که خب اصلا مسیر شکایت رو از رسانه ها انتخاب کردن. الان هم عرض میکنم هر کسی که اسم شفاف شده در رسانه ها اگر میخواد که بیاد صحبت بکنه که ما در خدمتشیم، محدودیتی هم نداریم. خانم پاقل نژاد نوشتن که آقای احسان علی خانی که میگی با یه تلفن ساده به هر مدیری میشه فهمید الف عین مذکور شما نیستی. محض اطلاع 2 هفته‌ای هست پیگیر موضوعی درباره کم و کیف مالی تلویزیون هستیم و هیچ مدیری تو هیچ رده‌ای درباره مسائل مالی هیچ پاسخی به ما نداده و همه میندازن گردن بقیه. خب دقیقاً اول برنامه همینو گفتیم. آقای کریمان صحبت کرده شنیده نشد. آقای فروغی صحبت کرده، مدیر مستقیم ما در گروه اجتماعی، مدیر شبکه صحبت کرده. چون دیگه انگار پاسخ‌ها پخش نمیشه، مهم عکس شبهه‌ها پخش آره میشه. شبهه‌هاست، این پخش میشه و تکثیر میشه و هیچ کاریش هم دیگه نمیشه کرد. بابا اصلا موضوع بدیهیه. این نکته رو بگم، حتما شما قطعا میدونید، بقیه هم همینطور. الان مگه عرف دیگه طبق همه این سنوات بانک‌های دولتی ما، بانک‌های خصوصی ما سالی چند میلیارد تبلیغ میکنن؟ آقا بانک دولتیه دیگه، یعنی سپرده مردم توشه. ما بانک داریم سالی 60-70 میلیارد تومان پول تبلیغات میده. اینو که نمیتونیم نفی کنیم. بدم نیست، بدیهیه دیگه، الزامات برند میخواد بازاریابی کنه، کار بکنه. خب پس الان باید بگیم که اینم که داره، این بانک هم که داره کار تبلیغات میکنه، بریم جلوشو بگیریم. بابا این که داره کار بدیهیشو میکنه اگر در چارچوب مجوز و قوانین باشه. چیزی که محرز شده، چیزی که با دیدیم ارائه شده، مجوزش اومده، به من برنامه ساز چه ربطی داره؟ قربون شکل ما. میگه به من برنامه ساز چه ربطی داره؟ شمایی که میای میگی که من دیدم تو خیابون تابلوهاش هست و قطعا این برنامه و قطعا این مؤسسه مجوز داره، شمایی که نمیاید این شخص رو دعوت بکنید در برنامه زنده شبکه 3 و فکر میکنید که صدا و سیما تلویزیون خصوصی خودتونه، شمایی که نمیدونید از 3 تیر 1394 برنامه مؤثر و اسپانسرش غیر مجاز بودن، شمایی که نمیدونید پدیده شاندیز و امثال اون بارها و بارها صدا و سیما به صدا و سیما پول دادن و تبلیغات اونها انجام شده و کلاهبرداری شده، شمایی که خیلی خوب میدونید الف عین احسان علی خانی مشخص هستش که در صدا و سیما داره چه اتفاقاتی میفته و احسان علی خانی باید بیاد بگه که سود این پولها کجا رفته و قراردادها رو باید صدا و سیما منتشر بکنه و همه اینها سوالات مردم هستش و باید ببینیم در روزهای آینده چه واکنش‌هایی صورت میگیره. ای کاش صدا و سیما هر آن کسی که بهش اتهام میزد فرصتی بهش میداد که بیاد از خودش دفاع بکنه. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی.